حقوق صحت و مسئولیت کارگران انتریو. این ویدیو حقوق اولیه صحت و مسئولیت کارگران را در محل کار در ایالت انتریو توضیح می دهد. همه کارگران در انتریو از حقوق صحت و مسئولیت برخوردارند، مگر اینکه خانه شخصی یک شخص یا سازمانی باشد که قانون مسئولیت و صحت فدرال در آن اعمال شود. کارفرمایان باید از سلامت و امنی کارگران خود در محل کار محافظت کنند. این یک قانون کلیدی‌ترین قانون مسئولیت و صحت شغلی است. وظایف یا مسئولیت‌های کارفرما و کارگران سه حق اساسی سلامت و مسئولیت را می‌دهد: دانستن، شرکت کردن، امتناع از کار خطرناک یا ناامن. کارفرمایان نباید کارگران را به خاطر استفاده از این حقوق تنبیه کنند. در مورد هر چیز در محل کار خود بدانید که میتواند به شما آسیب برساند یا شما را بیمار کند. شامل موارد ذیل اند: محصولات شیمیایی که استفاده می کنید یا در اطراف شما استفاده می شود. ابزار یا تجهیزاتی که انتظار می رود از آنها استفاده کنید. مشاغل یا کارهایی که از شما خواسته شده است. ویروس هایی که باعث بیماری می شود یا بیماری مانند کووید 19. حق دانستن به این معنا: کارفرمای شما باید قبل از شروع کار به شما آموزش دهد که چگونه انجام دهید کار خود را انجام دهید تا آسیب نبینید یا بیمار نشوید یا به دیگری آسیب نرسانید. خطرات را گزارش کنید. از تجهیزات حفاظتی استفاده کنید. از برگه های داده و برچسب برای محصولات شیمیایی استفاده کنید. اینها بخشی از چیزهایی به نام سیستم اطلاعات مواد خطرناک محل کار یا WHMIS هستند. مشارکت چندین شکل دارد، یعنی باید بتوانید سوال بپرسید، گزارش کنید خطرات را، مشارکت کنید در بحث در مورد خطرات صحی و مسئولیت یا مشکلات در محل کار شما. توانایی نمایندگی کارگران را در یک کار مشترک، کارفرما، کمیته صحت و مسئولیت یا به عنوان نماینده ایمنی و بهداشت داشته باشید. نماینده یا کمیته صحت و مسئولیت کارگران: کارفرمایان با 6 تا 19 کارگر عادی باید به کارگران اجازه دهند یک نماینده بهداشت و امنی انتخاب کنند. کارفرما همچنین باید فرد را در نقش مشابه برای ملاقات و گفتگو با نماینده کارگران داشته باشد. برای این کار باید به فرد دستمزد پرداخت شود. اگر 20 کارگر عادی یا بیشتر وجود داشته باشد، کارفرما معمولاً باید یک کمیته مشترک صحت و مسئولیت که متشکل از کارگر، کارفرما ایجاد کند. اعضای کارگران برای این فعالیت‌ها از جمله بازرسی حقوق دریافت می‌کنند. قوانین دیگری درباره نحو کار کمیته و کارهایی که میتواند انجام دهد وجود دارد. فقط کارگران یا اتحادیه آنها میتواند نمایندگان کارگران را انتخاب کند. کارفرمایان نباید در انتخاب مداخله یا تحت تاثیر قرار دهند. گاهی اوقات شما فقط باید نه بگویید. اگر فکر میکنید کار یا وظیفه ای است که برای شما یا کارگر دیگر خطرناک است، حق دارید از انجام کار امتناع کنید. برای امتناع از کار خطرناک باید موارد ذیل دنبال شود. ما یک کارت و پوستر با جزئیات داریم.
اگر کارفرما یا سرپرست شما به هر نحو شما را تنبیه، اخراج یا تلافی کند غیر قانونی است. سوال بپرسید یا نگرانی‌های خود را در مورد سلامت و امنی مطرح کنید. شرکت کردن در فعالیت‌های صحی و مسمومیت. از کار خطرناک امتناع کنید. اگر فکر میکنید این اتفاق برای شما افتاده است یا نگران هستید که ممکن است این اتفاق بیفتد، این سازمان ها می تواند کمک کند. کلینیک های بهداشت حرفه‌ای برای کارگران آنتاریو یا آکاو. کلینیک های کمک حقوقی محلی. برای یافتن نزدیکترین آنها با این شماره رایگان تماس بگیرید: 1-800-668-8258. وزارت کار مهاجرت، آموزش مهارت‌ها و توسعه دولت ولایتی. گاهی اوقات فقط وزارت کار نامیده میشد. شماره تماس 1-877-202-0008. هنگامی که با کلینیک های کمک های حقوقی یا وزارت کار تماس میگیرید، بخواهید با شخص و زبان خود صحبت میکنید. این اطلاعات را میتوانید در زبانهای انگلیسی، اسپانیایی، اوکراینی، عربی و دری در وبسایت اوکاو دریافت کنید. این پروژه توسط وزارت کار، مهاجرت، آموزش و توسعه مهارت‌ها تحت پروژه توانمندسازی بازآوردان ارائه می‌شود. اوکاو اطلاعات دیگری در مورد خطرات و سلامت ایمنی در وبسایت خود دارد. برای کپی از اطلاعات و حقوق ایمنی و صحت کارگران در صفحه در وبسایت اوکاو تحت چشمانداز کارگر مراجعه کنید. تشکر از توجه شما عزیزان.